در برنامه امروز از برنامه به نام سیکلینر میخوایم استفاده کنیم که باعث میشه سیستم کامپیوتر شما سریعتر کار بکنه و ایرادای تا حدود زیادی ایراداشو بگیره و از جمله از این برنامه میتونیم برای استفاده از تمیز کردن اکسپلوررها مثل فایرفوکس، کروم و اینترنت اکسپلورر استفاده کنیم که باعث میشه سرعت اونها هم بیشتر بشه و خیلی از ایراداش برطرف بشه. برای استفاده از این برنامه شما در سایت گوگل وارد میشین و تایپ میکنید سی کلینر و در سایت اولی که میبینید در این قسمت روی دانلود یا کلیک کنید و سریعا مستقیم به سایت freeform.com وارد میشه و در قسمت دانلود شما دانلود میکنین و روی سیستمتون نصب میکنین و نصبش هم خیلی آسان است. به راحتی روی نکست میزنید و این برنامه فینیش میشه. و در این حالت حالا میخوایم روش استفادهش رو نشونتون بدم. روی سیکلینر که نصب شد بازش میکنین، سعی کنید تمام این چک مارک هایی که اینجا هست تیک خورده باشه و روی آنالیز که بزنین شروع میکنه اسکن کردن سیستمتون. وقتی 100% شد روی ران کلینر در این قسمت کلیک میکنین و باعث میشه که سیستم شما تمیز بشه. امکان داره یکم زمان ببره اگر تا این کار رو انجام نداده باشین، خاطر همین بهتره یکم صبر داشته باشید تا این برنامه تموم بشه. این کارش انجام بده و بعد روی ران کلینر بزنید. بعد از این کار شما میتونید این کار رو حتی چندین بار پشت سر هم انجام بدید تا دقیقاً هر چی باشه پاک کنه. شاید امکان داره بار اول پاک نشه ولی با چندین بار انجام این کار پشت سر هم دیگه باعث میشه پاک بشه. و در قسمت رجستری این برنامه اینجا هم همه این سعی کنید تمام اینا تیک خورده باشه و روی اسکن فور ایشوز که کلیک کنید شروع میکنه گشتن و ایرادایی که توی رجستری کامپیوتر شما هست، اکتیو ایکس و چیزهای دیگه که روی سیستمتون هست که باعث میشه سیستم شما یواش کار کنه و به مشکلاتی بخوره. این هم امکان داره یکم زمان بخوره و همینطور که میبینید این هم ست شد. بعد که تمام شد روی فیکس selected issues که بزنین این گزینه براتون میاد. شما میتونین روی yes بزنین. yes بزنین بهتر هستش که اگر روی yes کلیک کنین و میتونین این رو، این قسمت رجستری شما هست که بکاپ میکنه و اگر سیوش میکنیم اینجا و اگر مثلا اگر ایرادی بخوره سیستمتون، مثلا اگر چیزهایی تو این باشه که بتونین سیستم شما رو خراب کنه و بعد از اسکن کردن میتونین از طریق این بکاپ شما برگردونید به موقعی که سیستمتون سالم تر بوده. ولی معمولا این برنامه خیلی خوبه، چیزهای اضافه بی خودی رو پاک میکنه، یعنی چیزهای اصلی ویندوز رو پاک نمیکنه. مثلا زیاد مشکلی نداره شما سیو کنید یا نکنید، فرق زیادی نمیکنه. بعد از این کار شما روی فیکس all selected issues میزنید و تمام ایرادها رو این پاک میکنه. میبینید الان همش پاک شد. 19 تا از 19 تا رو این تعمیر کرد. این بود برنامه امروز. امیدوارم لذت برده باشید.